درود بر شما دوستان و نشرالی های عزیز. بدون استروئید، بدون بهونه، فقط تمرین، تغذیه و اراده فولادین. برای پهن‌تر کردن پشت در حالت نشرال، فرم از وزن مهمتره. با هم حرکت اشتباه و حرکت صحیح رو با هم تو این حرکت انجام میدیم. کف دستا کمی بازتر از شانه ها. میله رو پشت گردن نبر، این اشتباهه. میله رو بیار جلوی سینه، پایین بیار تا جایی که پشت منقبض شه، بعد آروم بالا برگردون. تمرکز روی فشار عضله، نه عجله در حرکت. این درسته. دوستان عزیز، برای نکات نچرال بیشتر سابسکرایب کن. ممنون از شما.